فلات ایران، فلاتی با مساحت 3,700,000 کیلومتر مربع که بیشترش در کشورهای ایران و افغانستان و پاکستان واقع شده، اما بخش‌هایی ازش در کشورهای ارمنستان، آذربایجان، ترکمنستان، تاجیکستان، ترکیه، عراق نفوذ کرد و نیمی از این فلات در ایران امروزی قرار داره. نژاد هندواروپایی. این نژاد از مکان احتمالی شبه جزیره اسکاندیناوی به دلیل ازدحام جمعیت شروع به مهاجرت کردند. بخش از اقوام به سمت ایران اومدن و تصمیم گرفتن در آنجا ساکن بشن. بعد از مدتی هم به دو بخش تقسیم شدن و به هند امروزی رفتن. این اقوام در بعدها نام آریایی ها رو گرفتن. ایران قبل از آریایی ها شامل تمدن های مختلفی بود که از تعدادشون الان نام میبریم: کاسپی ها، کاسیان ها، گوتیان، لولوی ها، اورارتو ها و ایلام. بدون شک ایلام مهمترین بین اینها بود. یک توضیحی درباره ایلام میدهیم. ایلامی ها تمدنی در جنوب غربی فلات ایران بودند. ایلام از حدود 3200 سال پیش از میلاد تأسیس شد و تا حمله آشوربانیپال امپراتور آشوری باقی ماند، ولی بعد از این حمله با خاک یکسان شد و هیچ آثار مهمی به جز چند معبد مهم ازش باقی نموند، به طوری که مردم بعد از این قضیه حتی نمیدونستن که اینجا تمدنی بوده و از سفالهای باقی مانده و معبد چغازنبیل یک چیزایی رو فهمیدن. ورود آریایی ها به فلات ایران. آریایی ها وقتی وارد ایران شدند از لحاظ اخلاقی بسیار بالاتر از مردم بومی ساکن فلات ایران بودند که در قبل درباره‌شون توضیح دادیم. ابتدا باهاشون جنگیدن و وقتی پیروز شدن یک سری کارهای سخت که خودشون نمیتونستن انجام بدن مثل کشاورزی رو سپردن به اینا. آریایی ها در فلات ایران به 3 بخش تقسیم شدن: پارت، ماد، پارس، که در اول به سراغ مادها می رویم. مادها در اول به چندین حکومت تقسیم شده بودند و از هم جدا بودند و هر منطقه برای خودش حاکمی داشت. اما بعد از حمله های متعدد آشوری ها تصمیم به اتحاد گرفتند و با رهبری فردی به نام دهیوکن یا همون دیوکو متحد شدند. در ابتدا آشوری ها رو شکست دادند، اما بعد از دیوکو فرورتیش پسرش بر تخت نشست. او خیال داشت که آشوری ها رو منقرض کنه و کلن از بین ببره، اما شکست سختی خورد و مادها مستمری آشوری ها شدن. بعد از فرورتیش هوخشتره یا هوخشتر پسرش بر تخت پادشاهی ماد نشست. او در اوایل مستعمره آشوری ها بود، اما در نهایت آشوری ها رو منقرض کرد و با خاک یکسان کرد و مملکت آشوری ها برای 2 امپراتوری ماد و بابل تقسیم شد. بعد از هوخشتر هم آستیا یا ایشتوبیگو به حکومت رسید. از او به عنوان پدر بزرگی کوروش بزرگ یاد میشه. او پادشاهی تقریبا میشه گفت خوشگذران بود و در نهایت وقتی نوه‌اش کوروش بزرگ بر علیه شورش کرد شکست خورد و دوران مادها به پایان رسید و هخامنشیان تأسیس شد. همونطوری گفتیم مؤسس هخامنشیان کوروش بزرگ بود و با شکست دادن مادها هخامنشیان رو تأسیس کرد. کوروش بزرگ بعد از شکست دادن مادها به سراغ لیدی رفت و اونجا رو هم فتح کرد و سپس پادشاهی بابل هم ضمیمه خاک ایران کرد و مملکت‌هایی در شرق به ایران افزود. بعد از کوروش پسرش کمبوجیه بر تخت نشست و تنها کار مهمش این بود که مصر رو فتح کرد. کمبوجیه زود فوت کرد و بعد از کمبوجیه در هخامنشیان آشوبی بزرگ به پا شد. در این زمان داریوش بزرگ که او هم یکی از بزرگان پارس بود قیام کرد و حکومت رو به دست گرفت. داریوش ابتدا شورش ها رو فرو نشاند
سپس سراغ منطقه های یونان، لیبی و بخشی از هند رفت و اونها رو ضمیمه خاک ایران کرد. بعد از داریوش هم خشایارشا به حکومت رسید و او هم مثل داریوش با شورش ها درگیر بود و از آن طرف با یونانی ها. در نهایت هخامنشیان با حمله اسکندر مقدونی در زمان داریوش سوم به پایان رسید. سلوکیان. اسکندر بعد از فتح ایران فقط چند سالی زنده بود. بعدش مرد. بعد از مرگ اسکندر سرزمین‌های فتح شده توسط اسکندر بین فرمانده‌هاش تقسیم شد و بخش ایران به فردی به نام سلوکوس رسید. او امپراتوری سلوکیان رو تأسیس کرد. سلوکیان مدتی در ایران بودند، اما قیامی از سمت پارتها از شرق شکل گرفت. ارشک یا ارشک، بنیانگذار اشکانیان، بر علیه سلوکیان شورش کرده بود. پارتها بعد از سالها شورش و قیام‌های متمادی سلوکیان رو از ایران بیرون راندند و اشکانیان رو تأسیس کردند. اشکانیان در زمان مقداد دوم به اوج خودش رسید. در اون زمان جهان در دست 3 کشور بود: روم، پارتها و هند. رومی ها در این دوران خیلی تلاش کردند که بر اشکانیان غلبه کنند و قدرت بلا منازعی جهان بشن، ولی اشکانیان با داشتن سردارانی باهوش همچون سورنا و سربازانی دلیر که در مهارت تیراندازی با کمان حرف نداشتن، نگذاشتن که رومی ها به خیال خودشون حتی نزدیک بشن. البته به این هم اشاره کنیم رومی ها در این زمان قدرتمندترین حالت خودشون رو داشتن. اشکانیان در نهایت با قیام فردی پارسی به نام اردشیر بابکان به پایان رسید و نوبت به پارس ها رسید. ساسانیان خودشون رو از هخامنشیان می‌دونستن، حکومتی مذهبی و دارای نظام طبقاتی. ساسانیان در فنون نظامی فوق‌العاده بودند و دارای سربازانی سنگین اسلحه و قدرتمند. ساسانیان در زمان خسرو پرویز ساسانی به اوج خودش رسید، به طوری که به خسرو پرویز بعضیا لقب بزرگ هم میدن. و بعد از خسرو پرویز هم به صورت ساده بخوام بگم با کله خورد زمین. شورش های پی در پی باعث شده بود که در 4 سال حدود 11 پادشاه عوض بشه و همین هم باعث شد که حکومت تازه تأسیس مسلمانان عرب از این فرصت استفاده کردند و به ایران حمله ور شدند. عرب ها بر ایران سلطه یافتند و ایران باستان به پایان رسید. حالا باید بریم به سراغ تاریخ ایران بعد از اسلام. دوران ناپایدار. ایرانی ها تا مدت ها در زیر سلطه عرب بودند تا اینکه حکومتی در شرق تأسیس شد به نام طاهریان. سپس حکومت های ایرانی به صورت سلسله مراتب در بخش فلات ایران شکل گرفت. در سیستان قیامی به رهبری یعقوب لیث صفاری شکل گرفت که به شکل گرفتن صفاریان منتهی شد و زبان پارسی بعد از مدت‌ها در ایران جاری شد. حکومت دیگری هم در این زمان شکل گرفت، سامانیان، که بخش شمال شرقی رو در اختیار خودش داشت و دوباره خط پارسی باستان رو رسمی کرد و یک جورایی هم بروزرسانی کرد و خط پارسی نوین پدید آمد. در شمال ایران هم خاندان زیار که به خاطر نفوذ یک فرد عرب به نام سادات علوی تأسیس شد و که البته ذکر کنیم مخالف خلیفه بود. سپس هم خاندان بویه در فلات ایران قدرت گرفت و حکام آل بویه پس از فتح شیراز و تأسیس حکومتشون راهی بغداد شدن و اون رو تصرف کردن و مقام خلافت رو آلت دست خودشون کردن و قدرت واقعی در دستان خودشون شد. آل بویه هم تا مدتی قدرت رو در دست خودشون گرفتن و کشوری مقتدر در خاورمیانه بودن، ولی دیگه دورانشون به پایان رسید. در همین موقع مهاجرت اقوام ترک به ایران رسیده بود.
ترک‌ها در همین مدت کوتاه 3 سلسله تشکیل دادن که به ترتیب میشه غزنویان، سلجوقیان و خوارزمشاهیان. غزنویان از شهر غزنی افغانستان شروع شد و سپس با جنگ‌های متعدد در غرب توانست به ایران مسلط بشه و حکومتی در فلات ایران تأسیس کنه. مهمترین کار غزنویان حمله به هند بود که توسط سلطان محمود غزنوی رخ داد. سپس بعد غزنویان سلجوقیان به وجود اومد. سلجوقیان مقتدرترین سلسله ترک‌ها در ایران بود و در اون زمان وسعت بسیار زیادی پیدا کرد. سلجوقیان توسط طغرل تأسیس شد و در این مدت چند جنگ در برابر روم شرقی یا همون بیزانس انجام داد که بیشترشون پیروزی با ایرانیان بود. علاوه بر طغرل، سلجوقیان پادشاهان مقتدری مانند ملکشاه و آلپ ارسلان هم داشت. در نهایت هم حکومت به خوارزمشاهیان رسید. در اواخر خوارزمشاهیان اتفاقی افتاد که ایران رو راحت به 200 سال عقب پرت کرد. بله، حمله مغول ها به رهبری چنگیز از شمال شرق به ایران حمله ور شدند و جنایات وحشتناکی مرتکب شدند و هرچه ایران بازسازی کرده بود نابود شد. در نهایت هم نوه چنگیز هولاکو خان توانست مملکت رو در ایران یک پارچه کنه و حکومت ایلخانی رو در ایران تأسیس کرد و از اون طرف به عمر شورشیان اسماعیلی هم که به حشاشین معروف بودند پایان داد. ما یک کلیپ درباره حشاشین هم ساختیم، اگه دوست داشتین بالا و الان میاد، میتونید روش کلیک کنید. ایلخانیان مدتی در ایران بودند و در همین مدت مانند سلوکیان چیزهای زیادی از ایران و ایرانی یاد گرفتن و اصلا ایرانی‌ها با اون اخت گرفتن و اینا هم با ایرانی‌ها اخت گرفتن و آداب و رسوم ایرانی بر آنها تقریبا غالب میشه. در نهایت هم بعد از ابو سعید ایلخانیان دچار شورش میشه. جنگ داخلی در ایران در میگیره و ایران تضعیف میشه و هر منطقه حکومتی تشکیل میده و به خاطر همین هم فردی که خودش رو از نوادگان چنگیز میدونست باز هم به ایران حمله کرد و باز هم قتل و عام. در نهایت سلسله تیموریان رو تأسیس کرد. بله، امیدوارم منظورم رو درست رسونده باشم. تیمور لنگ. تیموریان هم مدتی در ایران حکومت کردند و مانند ایلخانیان بعد از فروپاشی آنها دوباره بعضی از حکومت‌های ترک مانند قراقویونلوها و آیوقلوها اگه درست تلفظ کرده باشم بر بخشی از مناطق مسلط شدند و بعد از آنها اسماعیل صفوی با فتح تبریز با لشکر قزلباش یکی پس از دیگری حکومت‌های محلی رو شکست داد و سلطنت صفویان رو تأسیس کرد. صفویان از دو طرف با دو دشمن بزرگ روبرو بودند. یک در شمال شرقی ازبک‌ها و در غرب امپراتوری عثمانی. در ابتدا عثمانی‌ها با قوای زیاد خودشون و سلاح‌های پیشرفته توانستند که صفویان رو در جنگ‌های مانند چالدران شکست بدن، ولی بعدها شاه عباس شکست‌های سختی بهشون داد. صفویان به خرافاتی بودن معروفن. به عنوان مثال یکی از پادشاهاشون وقتی فهمید یک مسیحی در دربارشه دستور داد که کل دربارشو بشورن تا وجود این مسیحی پاک بشه و البته حکومتی مطلقه و بسیار مذهبی بودن. مورخان معتقدند که از زمان صفویان شاخه شیعه از اسلام در ایران مشهور شد و رواج بیشتری یافت. در نهایت هم در زمان سلطان حسین صفوی محمود افغان به ایران حمله کرد و بر ایران باز مسلط شد و دوباره ایران دچار قتل عام شد و البته اینم بگیم که افغان‌ها برای مدت خیلی کمی بر ایران مسلط شدن و سپس جناب محترمی به نام نادرشاه افشار در زمانی که ایران داشت به ورطه نابودی کشیده میشد به کمک صفویان قیام کرد
اصلا خودش جزو صفویان بود. نادر در ابتدا نمیخواست حکومت رو به دست بگیره، ولی وقتی نالایقی بازماندگان صفوی رو دید، خودش حکومت رو به دست گرفت و سلسله افشاریان رو تأسیس کرد. نادر شاه به صورت خلاصه بخوام بگم در طول عمرش 40 سال برای ایران خدمت کرد. وقتی هم پادشاه شد، ایران رو از یک کشور ضعیف که توسط افغان‌ها تصرف شده بود تبدیل کرد به کشوری که تمام رقبای خارجیش رو تار و مار کرد و از بین برد، به طوری که روسی‌ها بخش‌هایی از ایران رو بدون جنگ بهش واگذار کردند. نادرشاه در 6 سال اول پادشاهیش مانند ستاره‌ای درخشید، ولی بعدش افول کرد و در نهایت وقتی چشم پسرش رو کور کرد بسیار افسرده شد و دیگر نمیتوانست درست فکر کند. چند وقت بعدم چند نفر از افرادی که توسط نادرشاه قرار بود اعدام بشن و کشته بشن دسیسه‌ای شکل میدهند و نادرشاه رو در خواب به قتل میرسونند و همینطوری افشاریان تقریبا نابود شدند. بعد افشاریان هم کریم خان زند از شهر ملایر شروع به قیام میکنه و توانست تمام ایران رو بجز قسمت‌های خراسان به دست بیاره. خراسان هم به احترام شاهرخ میرزا نوه نادرشاه باقی گذاشت تا سلسله افشاریان باقی بماند. در دوران کریم خان زند بیشتر به مسائل داخلی پرداخت شد و لحاظ اقتصادی کشور بسیار پیشرفت کرد. اما بعد از کریم خان زند، زمانی که میخواست لطفعلی خان زند به قدرت برسد، آقا محمد خان قاجار قیام کرد و توانست با خون و خونریزی حکومت رو قبضه کنه و لطفعلی رو کشت و سلسله قاجار رو تأسیس کرد و سلسله‌ای که اصلا به ناکارآمدی و کلاً به صورت خلاصه بگم بی خودی معروفه. در ابتدای کار آقا محمد خان اقتدار ایران رو حفظ کرد و خاکی به اون صورت از ایران جدا نشد، بلکه هم اضافه شد. ولی بعد از آقا محمد خان وسعت ایران به یغما رفت با قراردادهایی مانند ترکمنچای، گلستان و بخش‌هایی از خاک ایران به دست مملکت‌های خارجی افتاد و همونطور که گفتیم به یغما رفت و حتی افغانستان امروزی هم از ایران جدا شد و کشور افغانستان به صورت رسمی توسط انگلستان تأسیس شد. در نهایت هم سلسله قاجار با فرودهای بسیار و فرازهای کم با استعفای احمد شاه قاجار به پایان یافت و بعد از اون رضاخان تبدیل به رضاشاه شد و پادشاهی پهلوی تأسیس شد. خب دیگه به دوران معاصر میرسیم. خب مرسی که تا اینجا ویدیو تماشا کردید، سپاسگزارم ازتون. ما تاریخ ایران رو از اول تقریبا تا 4000 سال پیش تا الان بهتون توضیح دادیم. امیدوارم که این ویدیو براتون مفید واقع شده باشه و اگر به تاریخ علاقه دارید کانال ما برای شماست. در آخر هم اشاره کنم اگر به تاریخ ایران بیشتر علاقه دارید و میخواید بیشتر بدونید، ما یک مجموعه داریم که اصلا این ویدیو جزء این مجموعه است و توی پلی لیستش هم قرار داره. مجموعه تاریخ ایران از ابتدا تا انتها و توش اومدیم از مادها شروع کردیم و تا قاجارها میخوایم ادامه بدیم و تا الان به ساسانیان رسیدیم. میتونید روی پلی لیست کلیک کنید و کلیپ های ما هم ببینید و البته باز هم میگم دکمه سابسکرایب و لایک یادتون نره. بدرود.